اگه همین فردا بچه‌ها رفتید تو یک پروژه‌ای و اون پروژه سازه بتونتون به این شکل طاق و قوس داشت، بیایید تا بهتون بگم که این طاق و قوس ها رو به چه شکل قالب بندیش کنید. اولین کار شما باید در این قسمت این دهانه رو اندازه بگیرید که ما اندازه گرفت شد 6 متر. خب برای اینکه بتونم این طاق رو قالب بندی کنم باید روی زمین الگوش رو پیاده کنم. دهنم 6 متره، پس یک الگو 6 در 6 روی زمین در میارم، بعد اون رو از وسط به دو قسمت تقسیمش میکنم که در این قسمت ها 3 متر رو ما داریم. کار بعدی که باید انجام بدید در ضلع بالا هر 20 سانت به 20 سانت اینجاها رو علامتش میزنید. بعد فاصله بین این نقطه تا این زاویه رو اندازه گرفتم. برای این الگوم این عددش شد 6 متر و 70. مرحله بعدی با سیم مخابرات و نه ریسمون کار بین همه این خط هام یک سیم میبندم و بعد این عدد 670 که برای این الگو در اومد رو روی تمام این سیم ها علامتش میزنم و نهایت اینها رو وقتی که به هم وصلش بکنم طاقم در طرفین به این شکل در میاد. حالا اگر خواستید طاقتون بازتر بشه کافیه که این خط افق رو ببریدش بالاتر، یعنی بالاش باشه 2 متر، پایینش باشه 4 متر. طاق به این شکل بازتر میشه. و اگر خواستید خوابیده تر بشه این خط افقتون رو بیارید پایین تر، یعنی این بار پایینش بشه 2 متر، بالاش بشه 4 متر. طاقتون به این شکل خوابیده تر میشه.